سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم همه شما عزیزان و بزرگواران، بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی، شما کسانی که در این شبها و روزها من مطمئنم قلوب همه امت اسلامی به طرف سرزمین مکه مکرمه هست. الله سبحانه و تعالی این سفر مبارک را نصیب همه خواهران و برادران ما بگرداند. در جلسه گذشته پیرامون دروسی که از شعار حاجی، یعنی دروسی که در تلبیه نهفته هست که حاجی چی درس میگیره، اشاره کردیم که حاجی اظهار براءت و بیزاری از شرک و از مشرک و از اعمال شرکانه میکنه. حالا وقتی که حاجی حرکت میکنه و میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، و خود را در زمره موحدین قرار میده و شعار توحیدی را سر میده، باید که حاجی توحید را بفهمه، توحید را بدانه، جایگاه توحید، عظمت توحید، ثمره و نتیجه توحید، اینها را. اگر از حاجی پرسان کردن حج رفتی چی درس گرفتی، میگه که من این درس را گرفتم که بدترین گناه یا عظیمترین گناه شرک هست و بهترین عبادت و عظیمترین عبادت توحید هست. این درسیه که حاجی در این سفر میگیره، چون شعارش میشه شعار موحدین، گام بر میداره در اماکنی که همه موحدین گام برداشتن و تلاش کردن، ابراهیم علیه السلام، انبیای خدا. پس حالا در این شعار درس توحید نهفته هست. توحید را باید بفهمیم، توحید را باید بدانیم و باید بفهمیم که توحید چیست. خود توحید از وحد یوحد، از این که خدای تبارک و تعالی ذات یگانه هست، اون یکی که بعد از خود دیگه دویی ندارد و یکی که ما قبل خود هم دیگه عدد و یا حرف یا بالاخره چیز دیگری ندارد. سوره اخلاص به ما میگه الله ذاتیه که احد هست، الله ذاتیه که شریک نداره، مثل نداره، مانند نداره، هم کفو نداره، هم سیال نداره.
آیات زیادی هست که بیان میکنه لیس کمثلی شیء هو السمیع البصیر، مثل خدا هیچ کس نیست، نه در صفات نه در اسما. الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست. هدف از ارسال رسول به خاطر توحید هست. هدف از ارسال کتب به خاطر توحید هست. همه اینها به خاطر توحید، یکتاپرستی. پس اینجا حاجی شعاری که سر میده شعار چیست؟ شعار توحیدی هست. لبیک اللهم لبیک، این شعار موحدین هست، شعار یکتاپرستان هست. پس باید حاجی توحید رو بفهمه. توحید میشه که بگیم به دو قسم هست، به دو نوع هست، توحید علمی و توحید عملی، یا به عبارت دیگر توحید ربوبیت و توحید الوهیت. حالا این توحید علمی یا توحید ربوبیت چگونه هست؟ در آیات قرآن وقتی که نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله سبحانه و تعالی رزاق هست، الله سبحانه و تعالی خالق هست، الله سبحانه و تعالی مدبر هست، الله سبحانه و تعالی مالک هست، الله سبحانه و تعالی دارای این چنین صفات و اوصاف هست. پس اگر ما بخوایم توحید ربوبیت یا توحید علمی تعریف بکنیم چنین میشه که چی معنا؟ افراد الله تعالی بالخلق والرزق والملك والتدبیر و غیر ذلك. در این باره، در باره توحید ربوبیت یا توحید علمی نصوص زیاده، احادیث، آیات قرآنی. و این توحید خیلی مهمه. این توحید مشرکین قبل از اسلام هم داشتن. چگونه؟ وقتی که از مشرکین پرسان میشد چی کسی زمین و آسمان خلق کرده؟ قل بگو چی کسی برای شما روزی میده؟ چی کسی این آسمان رو خلق کرده؟ چی کسی تدبیر این کائنات رو داره؟ در جواب چی میگفتن؟ وقتی گفته میشد قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئده و من یخرج الحی من المیت، چی کسی شما را میمیرانه؟ چی کسی که حتی شما را زنده میکنه؟ قبل از اسلام هم اینها میگفتن که این خورشید، این آسمان، این زمین، اینها همه چی میگفتن؟ فسیقولن الله، تدبیر این کائنات هر آینه به دست خداست. خالق الله هست، رازق الله هست، مدبر الله هست. خب پس چرا لات و عزا و منات رو پرستش میکنید؟ میگفتن ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمی کنیم الا لیقربونا الی الله زلفا. مثل مشرکین امروزی چرا سر این قبر امام و امامزاده میروید؟ چرا از این طلب کمک میکنید؟ چرا این را صاحب غیب میدانید؟ چرا به نام این نظر میکنید؟ چرا اینها را عبادت میکنید؟ میگن ما اینها را عبادت نمی کنیم، اینها را وسیله میکنیم به پیشگاه خدا. ابو جهل و ابو لهب هم همین حرف را میزدن، میگفتن ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمی کنیم. خب چه کار میکنیم؟ ما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، اینا را فقط ما تقرب میجوییم، لات و عزا و منات و اینها. پس توحید علمی یا توحید ربوبیت توحیدیه که الله را خالق دانستن، رازق دانستن، مدبر و تدبیر کننده و مالک. این توحید علمی یا توحید ربوبیت. حالا نوع دوم توحید الوهیت یا توحید عملی هست. این توحید عملی چگونه؟ که مهم برای امت اسلامی که امروز، یعنی میتونیم بگیم که فرق بین مسلمان امروزی
تا ابو جهل این فرق کدام چیز تفکیک میکنه و جدایی میاره؟ توحید الوهیت هست. اگر کسی بگه من توحید ربوبیت را قبول دارم و الوهیت را قبول ندارم، این میشه عملش، کردارش، عقیدهش مثل عقیده ابو جهل. ابو جهل هم ربوبیت را قبول داشت، الوهیت را قبول نداشت. عبادت را به خاطر الله انجام نمیداد، در کنار الله الههای دیگری را قرار داده بود. پس اینجا که حاجی محترم شعار میده لبیک اللهم لبیک، این شعار حج و شعار توحیدی وقتی زمزمه حجاج میشه، اینها چی را شعار میدن؟ کدام توحید را؟ توحید الوهیت هست. لبیک اللهم لبیک، به خدمت تو استاده هستم ای الله. لبیک لا شریک لک، لبیک تو شریکی نداری، مثل نداری، مانند نداری. هیچ کس، نه در زمین و نه در آسمان، هیچ پیامبری، هیچ امامزادهی، هیچ امامی، هیچ فلان و فلان و فلان و فلان، هیچ کس به خدایی تو شریک نیست. لیس کمثله شیء، مثل تو هم هیچ کس نیست در اسما و صفات، ذات یگانه و یگانه هستید. پس توحید الوهیت را باید دانست. چگونه هست؟ توحید الوهیت را بعد از میان برنامه بیان خواهیم کرد. با ما باشید. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم درس های از حج. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. حاجی محترم وقتی که زمزمه توحید را بر زبان داره، گفتیم که باید توحید را بفهمه. توحید چیست؟ توحید علمی، توحید عملی، توحید ربوبیت یا توحید الوهیت. باید این را همه امت اسلامی بدانن. خصوصا درسی که حاجی میگیره اینه که یک بار دیگر با خدا عهد و پیمان میبنده که من موحد هستم. قبل از میان برنامه پیرامون توحید ربوبیت اشاره شد. توحید الوهیت چیست؟ این توحید در عبادات هست. اولا کلمه طیبه لا اله الا الله. لا اله الا الله چی معنا؟ دارای چی مفهومی است؟ آیا تنها حفظ این کلمه ما را خوشبخت میکنه؟ اگر این کلمه فقط به زبان گفته شد، هیچ اثری در قلب و در جواری و اینها نداشت، آیا ما را خوشبخت میکنه؟ نه خیر، چنین نیست. به این که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه. خب وقتی این کلمه طیبه مفتاح الجنه گفته شده، کلید جنت گفته شده، خب کلید از خود دندانه ها داره. پس قبولیت این کلمه مبارکه هم از خود شروطی داره. در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر تمام زمین و آسمان بر یک کفه ترازو گذاشته بشه و لا اله الا الله در یک کفه دیگر، هنوز هم کفه لا اله الا الله سنگین هست. الله اکبر. این کلمه مبارکه برای همیش ورد زبان موحدین هست. لا اله الا الله. چگونه این را
معنا میکنیم. معناش اینه که اگر ما تنها بگیم لا اله، نیست خالقی الا الله، نیست رازقی الا الله، ما تفسیر توحید ربوبیت رو کردیم. درسته، اما تفسیر الوهیت نشده. باید که معنای درست و صحیح لا اله الا الله اینه که بگیم لا اله الا الله. معنا چنین میشه که لا اله یعنی لا معبود بحق الا الله. چون در دنیا معبودهای زیادی میبینیم. یک سنگم به خود شده معبود، درختم معبود، اشیای دیگر پرستش میشه در دنیا. پس معنای صحیح لا اله الا الله باید تفسیرش بر توحید الوهیت بشه. لا اله یعنی چی؟ یعنی لا معبود بحق الا الله. هیچ معبود به حقی نیست غیر از الله سبحانه و تعالی. الله هست که لیاقت پرستش را داره. الله هست که سزاوار حمد و شکر هست. الله هست که سزاوار اینه که سر به سجده بگذاریم و بگیم سبحان ربی الاعلی. پس توحید الوهیت اول در عبادات ما اینه که شعار یک مسلمان وقتی میگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله باید وقتی به زبان گفته میشه با قلب تصدیق بشه و اثراتش در جوارح دیده بشه. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نیست معبود بحقی غیر از ذات اقدس الهی. حالا پیرامون شروط قبولیت لا اله الا الله، وقتی توحید الوهیت میگیم لا اله الا الله از خود شروطی داره. چی وقت ما را لا اله الا الله وارد جنت میگردانه؟ چی وقت آتش جهنم را با ما حرام میکنه؟ زمانی که اهل علم بیان میکنن که این کلمه مبارکه، این کلمه طیبه برای قبولیتش 7 شرط گذاشته شده. شروط قبولیت لا اله الا الله 7 شرط هست. اول چیست؟ صریح میگذرم. اول علم داشته باشیم، معرفت به الله سبحانه و تعالی باشه. یعنی انسان جاهل قدر لا اله الا الله چی میفهمه؟ چی میدانه؟ جهل آمده بود که میگفتیم دوران جاهلیت، ولی علم آمد دوران جاهلیت برطرف شد. پس علم شرط اول لا اله الا الله هست. دوم الیقین، به یقین باید انسان بگه لا اله الا الله، نه این که به شک، چون به خاطر که وقتی یقین نبود شک میآیه. منافقین شک داشتن، مشرکینی که بالاخره در این راستا می آمدن بنات الله می گفتن و لات و عزا و اینها را یقین نداشتن که به یقین بر اینا حاصل نشده بود که الله ذاتیه که حلال المشکلات هست، الله ذاتیه که خبیر هست، الله ذاتیه که کریم هست. پس شرط اول علم، دوم یقین، سوم اخلاص. اگر اخلاص نبود شرک می آیه. در اعمال مشرکین اخلاص نبود، خالصانه و مخلصانه نبود عبادت. پس علم و یقین و اخلاص. چهارم صدق. انسانی که میگه لا اله الا الله باور کامل داشته باشه که نیست هیچ معبود به حق غیر از الله سبحانه و تعالی. پنجم قبول کنه. وقتی ما این شرایط رو وقتی میگیم، مشرک که میبینیم مشرک شد یکی از این شرطا را نداره، منافق شد یکی از این شروط را نداره، ملحد وقتی که میبینیم ملحد شد دارای
از این شروط رو قبول نداره. مثلا انسان کمونیست قبول نداره که خدای هست، رد میکنه. ملحد و بیدین رد میکنه خدای هست. در این قسمت یک نفر میبینیم به شک و تردید افتاد. پس شروط قبولیت لا اله الا الله علم و یقین و اخلاص و صدق و قبول. صدق و قبول. ششم چی؟ از جمله شرایط گفتیم الانقیاد، باور داشتن، پایبندی داشتن به احکام لا اله الا الله. و هفتم المحبه، محبت داشتن به ذات اقدس الهی. کل این شروط هفتگانه ارتباط میگیره به قلب. همه اینها ارتباط داره به قلب، اسراری بین بنده و الله سبحانه و تعالی. پس حالا که اینجا حاجی محترم وقتی که حرکت میکنه طرف سرزمین موحدین و سرزمین ابراهیم خلیل الله و سرزمین نبی کریم صلی الله علیه و سلم و باقی و سایر انبیاء علیهم السلام، جایی که انبیاء طواف کردن، صالحین طواف کردن، بزرگان دین طواف کردن، مستقیم شعار سر میده که لبیک اللهم لبیک، بار الها به خدمت استاده هستم. لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت استاده هستم، شریکی نیست برای تو، به خدمت استاده هستم. یعنی این درس حاجی میگیره که از ابتدا که شعارش تلبیه هست، این را وانمود میکنه که یا الله، یا الله من موحد هستم، تو را به یگانگی پرستش میکنم، من مشرک نیستم و از اعمال مشرکانه بیزار هستم. حاجی میخواه که ابراز کنه که من از زمره موحدین هستم. پروردگار عالم همه ما را از زمره موحدین، از جمله یکتاپرستان و از جمله پیروان واقعی انبیا و اولیا و سلف صالحین داشته باشد. تا برنامه بعد که باز هم ادامه دروس تلبیه هست، همه شما را به ذات یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.